امروز در پایتخت مملکت اجلاسی 18 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم با رهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسی معاونان رهبری دستگاه رئیس شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظی حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله‌های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست وکیلان رفت اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه از 12 سپتامبر سال 2023 تحت رقم 479 درباره تصدیق نقشه چهاربینی‌ها عاید به نیالشینانی و سبزکاری در موسم تیرماه سال 2023 و بهار سال 2024 در شهر دوشنبه را مورد بررسی قرار داده. در رابطه با این معاون صحوی رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امامعلی با معاون رئیس شهر دوشنبه یکجا با رئیسان ناحیه‌ها و دیگر ساختارهای دخلدار سپارش دادند که کار را در سمت آبادانی و سبزکاری، تامین حفظ محیط زیست، بهداشت وضع سانیتری، شنانیدن گل‌های موسمی، سبززارکنی و تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها، باغ و گلگشت‌ها و اطراف شاهراه‌های درآمد شهر تقویت بخشند. همزمان با این بخشیده به استقبال جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی روزهای شنبه و یکشنبه حشرهای دسته‌جمعانه با جلب کارمندان تشکیلات و کارخانه‌ها، مؤسسه‌های معارف و تندرستی و اهل جماعتچگی پایتخت برای تازه و آزاده نمودن کوچه و خیابان‌ها و شهرک و محله‌ها به راه مانند. در ادامه اجلاسیه وکیلان رفت اجرای نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه عاید در عمل تطبیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 ایون سال 2023 تحت رقم 586 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی را مورد محاکمه قرار داده. وابسته به مسئله مذکور گزارش معاون صحوی رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه با معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار جهت وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی در تمام ساحه‌ها و تحت نظارت قرار دادن جریان اجرای آن دستور و سفارش‌های مشخص دادند. همزمان دستور داده شد که وابسته به تقویت بخشیدن کارها طریق غیر نقدی در سمت اجرای اندازها، دیگر پرداخت‌های حتمی و همه نماد خدمت‌رسانی در تمام تشکیلات و کارخانه‌های حدود پایتخت نوابسته از شکل مالکیت پیوسته تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشیده شود. سپس جریان تطبیق استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و رفت اجرای نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این ساحه محاکمه گردیده. وابسته به این مسئله حسابات معاون صحوی رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرست ساحه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که وابسته به اجرای استراتژی و نقشه چهاربینی‌های مقامات عاید به اعلان نمودن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت، بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی، به کار انداختن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده و تشکیل جایهای نوی کاری، تقویت بخشیدن رشد صادرات و وسع نمودن امکانیت‌های صادراتی و در مهلت معین شده به استفاده دادن کارخانه‌هایی که افتتاحشان به نقشه گرفته شده است تدبیرهای ضروری را راه اندازی نمایند. وکیلان در ادامه جنبست نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوشنبه در نیم ساله اول سال 2024 و وظیفه‌ها برای نیم ساله دوم را محاکمه نموده. در این رابطه گزارش معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. با معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر و دیگر ساختارهای دخلدار سپارش داده شد که وابسته به اجرای سریع و با صفت کارها بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تقویت بخشیدن روند کارهای بنیادی مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی، اجتماعی، تندرستی و دیگر انشاءات‌های انفراساختاری تدبیراندیشی نمایند. اینچنین بهره رشد باثبات پایتخت جهت جلب سرمایه مستقیم، تقویت کارها وابسته به لایحه‌های تطبیق شونده و جلب صاحبکاران سخاوت پیشه به کارهای آبادانی و سازندگی چاره‌اندیشی نمایند. همزمان با این برای اجرای صفتناک برنامه‌های ساحوی به خصوص معارف و تندرستی، فرهنگ و سیاحی، آب و کاریز، برق و گرمیدهی، نقلیات و کمونیکاسیا، کار با زنان و عائله و جوانان و ورزش کارها را جانناک نموده برای استفاده ثمرناک و مقصدناک مبلغ‌های بودجتی، تامین شفافیت خراجات آن، دریافت سرچشمه‌های نوی درآمد، اجرای نقشه انداز و کم نمودن بقیه پولی‌های اندازی تمام چاره‌های سودمند را راه اندازی نمایند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند.
در جنبست کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از حاضرین دعوت به عمل آوردند که جهت سزاوار جشن گرفتن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و زیباگردانی را در پایتخت جانناق نموده بهر تحکیم بخشیدن رشد سمت‌های حیاتاً مهم شهرداری کمر همت بندند. با همین اجلاسیه 18 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم کار خود را انجام داد.